بچهای پیج امروز یه فکت جالب از فری فایر پیدا کردم بچه‌ها که خیلی باحال. این بچه‌ها این فکت نیست بچه‌ها، یه چیز باحاله. یاد خیلی‌ها میگن اگه زیاد از این جواب جمع کنی میتونی یه کاد جم بهت میده. منم واقعا نمیدونم. ولی میخوام بریم تست کنیم اینو واقعا یه کاد جم میده. بعد میگن هم نباید خرج کنم. الان من احمقی رو باز کردم. بچه‌ها این که باحاله. خیلی باحال. خب بچه‌ها راستی یک کفش برزیلی هم اومد داخل بازی. میگم که کفش برزیلی هم اومد. میشم یه ست جالب کبرا با هم بزنیم. کفش برزیلی زنانش نداره. چرا زنانش چقدر زشته. نخرید حروم میشه. آره بچه‌ها یه لباس تک جالب هم اومده داخل فری فایر که همه منتظر خریدش هست. فقط وقت من اینو ما هیچ وقتی هیچی رو بذار بچه باشه. آره این لباس هم که تازه به فری فایر اومدم باحاله. برای خیلیاتون خر شدید میاد مثلا یارو میاد این قاجی میاد تو اردک خرفت بگیره. این اردک حالا چیه؟ خب حالا من این اردک رو دوست دارم خواهد بگیره. احمق نکی مثلا بریم 40 نوتا جامو بدین یه باکس خفن از این باکس ها بگیر. اینا زشتر یک باکس دیگه بگیر. یه باکس خوب دیره زره یه باکس خوب بگیری. هم بده آقا جب کن لباس بگیر. یه لباس کافه